بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما دوستان عزیز، مخاطبان گرامی. خب در ساعات گذشته شاهد این بودیم که رژیم صهیونیستی مجبور به قبول آتش بس شد و اون رژیمی که طی 400 و چند روز میگفتش که غزه را صاف میکنه و حماس رو از بین میبره، دیدیم که با مقاومت مستضعفین ثابت کردن که زمین به مستضعفین ارث میرسه. خب حالا بعد از قبول آتش بس ما فرصت پیدا میکنیم به مسائل داخلی بپردازیم. ما در چند ماه اخیر شاهد زنده شدن یک جریان خاص، یک جریان مشکوک و باید با احتیاط صحبت کرد، نمیدونم میتونم بگم یا نه جریان انحرافی مختصاتی داره، ولی خب شاهد یک جریان بازی خراب کن بودیم که این جریان با این جریان مواجه بودیم که در 3 سال آیت الله رئیسی هم الان میبینم شاید بعضی از دوستان اصلاح طلب بگن که اینا 3 سال ساکت بودن و بعد شروع کردن. نه، اصلا ساکت نبودن. اینا دقیقاً در 3 سال شهید رئیسی کیا بودن که رفتن چادر زدن جلوی پاستور و گفتن آقا وضعیت حجاب رو درست کن. من بعد به دولتش فشار آوردن. شهید رئیسی مجبور شد با بعضی از محدودیت‌ها، مثلا گشت ارشاد و اینها، کارهایی که می‌خواستن بکنن کنار بیاد، نه رفتارهای سختا، و اینکه آقا اینا یه خورده به فعالیت‌هاشون بیشتر بشه. در نهایت شد ماجرای مهسا امینی و کشور ریخت به هم. اینا فعالیتشون محدود نشده در دوره شهید رئیسی. اینا یک جریان مشکوک و قابل تأملن که همواره در حساس‌ترین شرایط اتفاقاً بدترین ضربه رو ما از ناخورده. الان فعال‌تر شدن. من اگر در مورد اینها دارم صحبت میکنم به خاطر این هست که بخوام کمی این افراد یا کسانی که به اینها دسترسی دارن یا کسانی که این بازی رو میفهمن درباره اینها آگاه سازی بکنن و بلکه اینکه هزینه دادن کشور ما و بعدش هم جبهه انقلاب که من خودم رو هوادار این تیم میدونم، دوست داره این تیم میدونم، هزینه دادن اینها کمتر بشه. چند تا ویدیو و چند تا محتوا با هم دیگه ببینیم، مفصل با هم دیگه صحبت میکنیم. ویدیو اول رو ببینید. بله، ویدیویی رو با هم دیگه دیدیم که افرادی داشتن فریاد میزدن که کشف حجاب جرم سیاسی بود و جمعیتی هم که ما مشاهده میکنیم نهایتاً شاید 20 نفر رو ببینید که اینجا حضور پیدا کردن. آقا کشف حجاب و اینها بد است؟ آیا حرف خوبیه؟ ببینید، من باورمندم و نمیخوام شما رو فریب بدم، مخاطبم فریب بدم، اصلا پنهان نمیکنم ازش چیزی ها. بنابراین مهمه که همه چیز رو شما بدونید، رو بازی میکنیم. بله، من باورمندم و حجاب برام مهمه و باورهای این شنیدی برام مهمه و فکر میکنم که اگر جامعه اینها رو رعایت بکنه برای خودش بهتره. شما ممکنه با من مخالف باشید. چرا اینا گفتم؟ به خاطر اینکه میخوام نظر خودم رو سریع روشن کنم تو این مسئله، نظر خودم سریع مشخص بشه. پس حرفی که اینها دارن میزنن از نظر من حرف بدی نیست. حالا سوال، تو چه روزی این حرفو دارن میزنن؟ روز جمعه اینا اومدن این حرفو زدن. روز جمعه چه خبر بود در تهران؟ 110,000 نفر روز جمعه از بسیجیای کشور رژه رفتن کف خیابونای تهران و این 110,000 نفر آقا لباس نظامی تنش کرده بود، تفنگش آورده بود و بچه‌شو بغل کرده بود و میگفت مردم ایران، من بچم همه چیم هستیم و این جماعتی که دارید میبینید فدای شما هستیم اگر کشور شما تهدید بشه. اینا تو شرایطی که بسیجیش داره فریاد میزنه میگه ایرانی من فدای تو هستم، بلند شدن رفتن جلوی در مجلس شورای اسلامی دارن در مورد مسئله حجاب صحبت میکنن. آقا اولویاتتون درست داره تعریف میشه. خب تو یمن بچهای مقاومت اینا رو نمیگن ها. تو تهران بچهای مقاومت اون تفنگ به دستایی که روز جمعه اومدن کف خیابون، آر پی جی آوردن کف خیابون، کلاش آوردن، اینا بچه بسیجی ان دیگه. اینا هیچ کدوم اینا نمیگن ها. تو لبنان اولویت این چیزا نیستا. یکی داره یه بخشی از جامعه انقلابی و هسته سخت شما رو داره میگیره با خودش میبره. مراقب باشید. دوستی که تو نهادهای انقلابی هستی و دوستی که تو نهادهای خاص هستی، این خطرناکه. این فضا خیلی خطرناکه. این داره بچه شما رو به یه سمت دیگه میبره. میتونم اسنادی برای شما بیارم که این اسناد نشون میده بخشی از کسایی که توی این فیلم ها و این تصاویر دارید میبینید به طور کامل ارتباط خودشون با کلمه حاکمیت از دست دادن. یعنی فکر نکنید اینا هسته سخت نظام هم حالا تو در قبال اینا مطالبه دارن و فلان. نه، اینا ارتباطشون با جمهوری اسلامی قطع شده. دلایلی دارم که تو برنامه‌های بعدی در موردش صحبت می‌کنیم ان شاءالله. نسبت به این جریان باید خیلی هوشیار بود، کما اینکه اینها میتونن بازی خراب کنی بکنن و چالش برانگیز باشن. تصویر بعدی رو ببینید. تصویر مات شده. اومدن عکس یه خانومی رو منتشر کردن، گفتن این خانوم به اصطلاح خودمون همسر مدیر کارآمد غیر حزب اللهیه. منظورش رو کن راست بگیم. عکس همسر آقای عراقچی رو منتشر کردن. اینا اومدن یه خانومی رو پیدا کردن مشابه ایشون چهرهش، گفتن ایشون زن عراقچیه.
الان آقا ایشون زن عراقچی باشه چیکار باید بکنیم حالا؟ یعنی تو رفتی عکس زن یکی آوردی داری چیکار میکنی؟ تهدیدش میکنی؟ چند هزار نفر الان دارن گوش میکنن. ببین شما با هر کدوم از اینها اگر مشکل داشته باشی میخوای عکس زنشو بیاری رو کنی و تهدیدش بکنی و الان این باید بترسه و دلواپس بشه. چی میخوای بشه؟ آخر میخوای به کجا برسی؟ متاسفانه یه جریان سیاسی داریم که این جریان مرام خودشا و رفتار خودشا بدون اینکه بفهمه از محمود احمدی نژاد رفتارشا وام گرفته. کثیف‌ترین رفتاری که من در مناظرات این سالها دیدیم و نجس‌ترین رفتاری که دیدیم رفتار احمدی نژاد بود که اومد جلوی دوربین و عکس زهرا رهنورد را که زن میرحسین موسوی، اونی که من خودم به رفتارش نقد دارم، الان خود اصلاح طلبها وقتی صحبت میکنن یه سریاشون میگن آقا رفتار 88 اشتباه بوده، یه سریاشون معذرت میخوام. کشور رفت به یه سمتی که بیشتر از همه ضررش خود اینها خوردن. خب عکسو برداشت آورد اینجا توی برنامه مناظره پخش کرد. آقا تو وزارت اطلاعات زیر دستته، تو عکس زن همه مردم رو میتونی رو کنی، تو وزارت اطلاعات زیر دست خودته، هنری نکردی. تو لجن بودن رفتار و تفکر خودت داری فریاد میزنی که من اگه کم بیارم عکس زن طرفو میارم، عکس ناموس طرفو میارم، اونم اگه دسترسی داشت به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی میآورد. مگه احمدی نژاد تو زن نداریم؟ مگه مهشایی زن نداره؟ مگه شما خودتون خارمادر ندارید؟ این تفکری که ازش داریم صحبت میکنیم اسماً حزب اللهیه ولی مرامن احمدی نژادیه. دقیقاً راه افتاده برای اینکه اینو تضعیف بکنه، اونو به چالش بکشه، عکس زن و بچه افراد رو برمی‌داره میاره. آقا این مرام کسایی که خودشونو پیرو باور دین میدونن نیستا. این بازی که شما دارید میکنید غلطه. این بازی در زمین اسرائیله. این بازی تو زمین کساییه که دشمنان ایرانن. من امیدوارم این حرفا، ببین کسی این حرفا رو به شما نمیگه چون کسی نمیخواد با شما در طرف بشه و آدم بدی داستان بشه، فوش بخوره از سمت شما. فکر میکنید چرا تعامل، چرا تعقل، چرا با حساب شده رفتار کردن در بخشی از این افراد دیده نمیشه؟ تو هسته سخت نظام هستی، یه سیستمی که داره کار خودش رو پیش میبره و جامعه‌ای که داره زندگی میکنه امیدش به این سیستم و هسته سخت نظامه. این همه غیر عقلانی رفتار کردن از سوی بخش افراد، نه حالا همشون، ناراحت کننده است، کلافه کننده است. چرا؟ به خاطر اینکه کل این جریان رو دارن با این افراد میشناسن. این جریان برای کشور شما شهید داده، این جریان بچه‌هاش کف سوریه شهید شدن، پیکر بعضیاشون هنوز برنگشته، ولی شما با اونا نمیشناسیش، شما با اینا میشناسی. اینا هم دارن برای خودشون و هم برای تفکری که من دوستش دارم و هم برای کشور عزیزمون دارن هزینه سازی میکنن. بریم بعدی رو ببینیم. بعدی رو مجبورم اسم ببرم برای اینکه نمیخواستم اسم ببرم. آقای حجت عبدالملکی. آقای حجت عبدالملکی اومده گفت ما یک جلسه با آقای رئیسی داشتیم و یکی برگشت گفت 400,000 میلیارد تومان بدهی داریم، کسری بودجه داریم، اگر فلان چیز رو انجام بدیم 25,000 میلیارد تومان میاد روش. میگه بعد شهید رئیسی اومد توی اون جلسه گفتش که حالا ما که 400,000 میلیارد داریم، حالا 25,000 میلیارد هم بیاد روش، چیزی نیست. آقای حجت عبدالملکی، شهید بزرگوار ما، این همه زحمت کشید، این همه تلاش کرد، این همه مشتیگری به خرج داد. این روایتی که ما نمیدونیم اصلا چقدرش دقیقه، قبلش چی بوده، بعدش چی بوده، فضایی رو فراهم نکنید که هر کسی بتونه به هر شکلی که میخواد در مورد ایشون قضاوت بکنه. شما همون عزیزی هستی که قبل از اینکه آقای رئیسی رئیس جمهور بشه و شما به عنوان وزیر بهش پیشنهاد بشی تاکید میکردی، میگفتی با نفری 1 میلیون تومان شغل درست میکنی دیگه، و ما اعتماد به نفس میگرفتیم، میگفتیم همونطوری که هایپرسونیک های ما داره کار میکنه، پهپادهای ما داره کار میکنه، بچه حزب اللهی ما کف میدون دارن کار میکنن، حتما حجتم راست میگه. به حجتم اعتماد بکنیم، میگه با 1 میلیون برای هر نفر یه شغل ایجاد میکنه. درست کردی آقا؟ ایشون به شما اعتماد کرد. چرا از بعضی از عزیزان ما حرفایی میبینیم؟ ببین طرف اومده ته حرف شما رو گرفته و چه ها نوشته توی توییتر، میگه ما 85 میلیون ایرانی داریم، دم افغانی هم روش، فساد داریم، چای دبش هم روش، ما مثلا اینقدر قاچاق داریم، اینقدر بنزین هم روش. آقا حرف شما رو گرفته داره ادامه میده. چرا شما حرفایی میزنی، چیزهایی میگه، عجیب و غریب گویی‌هایی میشه از جانب شما که این بتونه مثلا باعث بشه که 4 نفر یه نکته در رابطه با یه فردی بگن که حالا اون فرد دستش از دنیا کوتاهه و اگرم بود حتما دوست داشت که به شما پاسخ بده که با این اظهار نظرها قضاوت نشه. حتما چیزهایی داشت بگه. نگران کننده است. تصویر بعدی رو می‌بینید، راهپیمایی موتوری حزب الله در کشور در اعتراض به کشف حجاب. یه سخنرانی داره امام خمینی، چون اینجا نوشته تحریر الوسیله امام خمینی، میخوام بگم یه سخنرانی داره امام خمینی، میگه این جماعت اگر در کوچه‌ای، در پستویی، در جایی کشف حجابی ببینن،
جمهوری اسلامی را به خاطرش فحش میدن، حاکمان را به خاطرش، مسئولین را به خاطرش فحش میدن. اینها همونهایی هستن که در دوره پهلوی زمانی که در این کشور فساد بود خفه خون گرفته بودن و اعتراض نمیکردن. البته حجتیه رو داره میگه. من میخوام بگم آقا یه چیزی شبیه مرام او، شبیه رفتار او، شبیه رویه اون داره رشد میکنه داخل این جبهه. شما حجتیه‌ای نیستی ولی رفتارت داره اون رفتار میشه. از بزرگترین نگرانی های امام خمینی این بود که اینا پاشون به پاشنه این در برسه. الان داره 2 مرتبه این باز تولید میشه در هسته سخت این نظام. بعدی محتوایی هست از یک نمونه از اتفاقاتی که الان بذارید در مورد افراد صحبت نکنیم. ببینید میخوایم کلیت ماجرا را همه فرصت کنیم در رابطه باش فکر بکنیم. ببینید تلویزیون یک سری مجری داشت، تلویزیونی که رهبری بهش میگه حضرات، حتی نمیگه مدیران صدا سیما، میگه این حضرات. یه سری مجری داشت که مثلا طرف یه نمونهش علی ضیا که امروزا داره فوق سیاه‌نمایی را میکنه، خودش مثلا اروپاشا میره، بعد میگه که مثلا دعا کجا گیر کرده و خدا. حالا علی ضیا میمد تو تلویزیون میشست، کی در مقابلش برای مصاحبه میمد؟ مدافع حرم می آوردی، شما مادر شهید می آوردی، افراد این چنینی می آوردی، اونم برنامه رو در می آورد. بنده خدا کار نداریم. حالا یک نمونه رو دارم میگم، بقیه سلبریتی هم همینطور. تو برداشتی ایشونو از صدا سیما گذاشتی کنار، این بلند شده رفته یه نمونه از برنامه‌هاش تو یوتیوب 1.5 میلیون بازدید گرفته تا این لحظه. یوتیوب تو مملکت ما فیلتره، نه کسی تبلیغش کرده، نه کسی گفته علی ضیا رو ببین، نه کسی حرفی زده. تو از رسانه ملی اینا گذاشتی کنار، این 1.5 میلیون خودش اینجا بیننده گرفته. البته جای دیگه هم صفحه داره. این مدل مدیریتی که همه را خفه کنم، همه را ساکت کنم، هر کسی با من بیعت نکنه دست مرا نبوسه و هر کسی که تو تیم من نباشه ولو اینکه انقلابی باشه من خفش بکنم، این مدل خروجی عملکرد شما برای انقلاب چی بوده؟ سریع صحبت میکنم. آقای جلیلی، آقای جبلی، صدا سیما را هوادارهای خودتون میشینن ببینن؟ بخشیتون البته محتواهای ارزشمندی داره میشینن نگاه میکنن، ولی برای عموم جامعه چطور؟ برای عموم جامعه هم این شکلیه. قضاوت به خودتون قضاوت کنید. بعدی رو ببینیم. دارید محتوایی رو مشاهده میکنید، یه طلبه خیلی محترمی توی فرودگاه مهرآباد، یه خانومی میاد جلو و عمامه ایشون رو میندازه. شما شاید توی کانال ما اگه بوده باشید در رابطه باهاش در کانال صحبت کردیم. یکی از کارگردان‌ها اومد گفتش که آقا من این خانومو چند وقت پیش دیدم، این اومده همین داد و بیدادها رو کرده و بعد خرما برداشته آورده. این الان استوری اون کارگردانیه که میگفت خرما برداشته آورده و خرما رو توزیع کرده و بعد یکی بر نداشته این خرما رو برداره، گفته ممنون و بعد این خانم فوشو کشیده. و مشخصه این خانم یه مقدار مشکل داره. میاد با این طلبه همین داستان ها پیش میاد، میشینه کنار این طلبه و شروع میکنه به شوهر خودش فوش دادن. این بنده خدا روحانیه میگه من از این فضا دور شدم، رفتم اون سمتر، حالا اینا دارن با هم دیگه جر و بحث میکنن. بعد دیدم عینکمو جا گذاشتم، برگشتم عینکمو بردارم، بعد اومد اون فیلمی که شما دیدی تو اون تنش ها و این حرف که کاری نداریم در موردش. بعد این بنده خدا هم خیلی محترمانه، این عزیزی که ما دیدیم خیلی محترمانه رفتار کرد، یعنی سعی کرد که به این تنش دامن زله نشه. بعدش هم بهش گفته بودن که آقا شما چیکار میکنی، شکایت میکنی یا نه؟ گفت من اصلا اعتراض ندارم، دچار مشکل شده ایشون، حالا اشکالی نداره. این رفتار فوق العاده ارزشمندی بود از ایشون. BBC اومده گفته که این زنه به خاطر تذکر حجاب اومده یه روحانی رو بهش حمله کرده. وقتی من به شما دارم میگم که تذکر لسانی های قومی کلاهپسند لبه قیچی دیگر BBC، یعنی همینین، منظورم همینه. ببینید یادتون میاد دهه 80 توضیح میدادم میگفتن که تشیع لندنی لبه قیچی سنی آمریکاییه، اینا به هم بخورن کشور شما میریزه به هم، این فوش بده اونم میره بمب گذاری میکنه و کشور شما رو به هم میریزه. آگاه شدیم نسبت به اینها. تذکر لسانی های قومی کلاهپسند، اینا که اسم خودشونو گذاشتن گروه های امر معروفی، همشون نه بخششون، اینا دقیقاً لبه قیچی دیگر قومی کلاه هستن. اثبات کنم. ببین BBC اومده گفته زن بی حجاب عمامه روحانی را انداخت. خبر اصلا اساساً دروغه. یکی از کانال های سوپر انقلابی ما اومده گفته که مسئولین جمهوری اسلامی تحمل ما هم حدی داره، جمع بکنید دیگه و الا ما فلان میکنیم. مگه چی شده آقا؟ چی شده؟ BBC گفته یه خانم بی حجاب رفته حمله کرده، BBC غلط کرده. مگه تو قرآن و ملاک خودت قرار نمیدونی؟ مگه قرآن نگفته که آقا هر فاسق و فاجری خبر آور تو رو باور نکن؟ BBC قرآن امروز تو رو داشت میدید.
که اون BBC میاد برای تو خبر میاره و تو یه احمق باور میکنی و در اون دمیدن و بعد شاهد چه خواهیم بود. ببینید ما روی اینها پیش داریم میریم و داریم گلوی خودمون رو پاره میکنیم و بعدم در نهایت آدم بده داستان هستیم. به ویژه اون افرادی که مذهبی هستن دوست ندارن این حرفا رو بشنون. منتها برای ما مهمه که وطنمون در تنش‌هایی که در پیش داریم دشمنمون با موفقیت پیش نبره. بنابراین وظیفه خودمون میدیم که اینها رو مطرح کنیم و از شما می‌خوایم که در مورد با اینها فکر کنیم. نکته دیگه ندارم، اگر که مطلب و مسئله بود حتما خدمتتون عرض کنم. شاید هم بعضیا نگران بشن، بگن نه نگران نباشید، داریم آسیب شناسی می‌کنیم. حتما دوستان من در ایتا و اون بچهای معقولی که هستن حالا با ادبیات خودشون، اگه فکر می‌کنن ادبیات من بده و ادبیات من جوریه که اصلا نداره، با ادبیات خودشون وارد شید و این مسئله رو روشنگری کنید ان شاءالله، تا اینکه این فضا تغییر بکنه. از دیگه ندارم. جنگ دیگه جنگ نشونی نجس که بخونی قیامت